خب رسیدیم به درس آینده، مبحث آینده، یا اینجا که میخوایم آینده ساده رو صحبت بکنیم. به زبان انگلیسی میشه future simple یا حالا simple future، هیچ فرقی نمیکنه. باید بدونیم فرمولش اول چیه. فرمول ما دو تا فرمول در واقع براش داریم. یه دونه will هست به علاوه فعل به صورت ساده و همچنین to be going to به علاوه فعل به صورت ساده. پس این نکته رو ما باید دقت بکنیم و این مهمه که بعد از will و to be going to ما فعلمون به صورت ساده میاد. اینو من توی پرانتز میگم، بعداً کامل این قسمت رو، این قضیه رو براتون روشن میکنم که این will و to be going to به علت اینکه مودال هستند و اینو توی ماهیت ها داشتیم، چون مودال هستند اینها بعدشون حتما فعل به صورت ساده باید بیاد. فقط در همین حد توضیحش رو داشته باشید، توی مبحث مودال توضیح بیشتر براتون میدم. خب بریم سراغ جمله بندی و ببینیم کاربردش چیه و منظورمون از آینده ساده چیه. آینده ساده وقتی که میگیم منظورمون اینه که یک کاری در یک نقطه زمانی مشخص در آینده اتفاق میفته. 4 تا شکل برای صحبت کردن در موردش وجود داره. حالت اول I will paint my house. دوم I am going to paint my house. حالت سوم I am painting my house. و حالت چهارم I arrive at 9 a.m. خب وقتی که این جمله ها رو نگاه میکنیم و روی ساختار فعل متمرکز میشیم، شکل اول ما will به علاوه فعل به صورت ساده هست که اینو توی در واقع این قواعد گرامر، این فرمول در واقع آینده سادهمون داشتیم. حالت دوم ما to be going to به علاوه فعل ساده است و اینم داشتیم توی فرمول بالا. حالت سوم ما فعل to be به علاوه verb ing فرمه. اینجا دقت کنید، پس میشه to be به علاوه verb ing فرم که این رو ما توی حال استمراری داشتیم. فرمول حال استمراری بود. کلن فرمول استمراری ها to be به علاوه verb ing فرمه. اینجا چون از am استفاده کردم میره به سمت حال استمراری. شکلش، فرمولش. اما فرقش چیه؟ از کجا من بفهمم که این حال استمراریه یا آینده ساده؟ بستگی داره که بعدش قید بیاد یا نه. اگر قید اومد، یعنی قید tomorrow اینجا استفاده شد، اون وقت متوجه میشه که آینده ساده است. در غیر این صورت اولویت شما حال استمراریه. توی بافت هم توی اون متن داستانتون یا اون در واقع متنی که داری میخونی توی بافتش مشخص میشه که معنی چی مد نظره. پس قید زمان آینده ما مشخص میکنه که گرچه فرمول و ساختار من حال استمراریه ولی معنی آینده مد نظره. شماره 4 I arrive at 9 a.m. همونطور که میبینید فعل ما به صورت حال ساده استفاده شده. این فرمولیه که اینجا اومده، این فعلیه، جنس فعلیه که اینجا استفاده شده، اما معنیش معنی آینده هست. کی و کجا استفاده میشه راجبش صحبت میکنم. بریم از مورد اول بررسی بکنیم.
مورد 1 I will paint my house. کاری که شما میخوای انجام بدی و 100% این کار رو هم انجام میدی. ترکیب will به علاوه فعل ساده کاربردهای مختلفی داره توی زبان انگلیسی. پس will به علاوه فعل ساده. کاربرد اولی که داره برای کاریه که میخوای بگی آره من این کار رو میخوام حتما انجام بدم. پس من اینو یک 100% براش میذارم که این کار رو میخوام حتما در آینده انجام بدم. یک حالت دوم هست که ممکنه بحث یک تصمیم ناگهانی باشه. پس instant decision یک تصمیم ناگهانی هست که من گرفتم. مثلا میگم که چی کار کنم، الان نشستم اینجا، بعد یه دفعه میگم که اوکی چطور زنگ بزنم به فلانی. آها I will call James. پس یک تصمیمیه که همین الان گرفتم یهو و در مورد آینده است، میخوام این کار رو انجام بدم. پس برای تصمیم ناگهانی ما میتونیم ازش استفاده کنیم. مورد سوم برای بیان داوطلب بودنه، volunteer بودن. پس اینجا می‌نویسم داوطلبی. مثلا میپرسه چه کسی تخته رو تمیز میکنه؟ من میگم I will clean the board. پس اینجا دارم میگم من the board من داوطلب هستم، من تخته رو تمیز میکنم. اوکی؟ این مواردی هست که ما براش از آینده ساده ترکیب will به علاوه فعل ساده استفاده میکنیم و این مفاهیم رو میرسونیم. حالا مورد دوم چی میگه؟ I am going to paint my house. این ترکیب رو زمانی استفاده میکنی که مفهوم برنامه ریزی یا planning توی این ترکیب بولد باشه، برجسته باشه. برنامه ریزی. خب پس من اگه برای 1 سال آیندم یا برای 1 هفته آیندم دارم برنامه ریزی میکنم، میگم توی برنامه‌ام این رو قرار دادم. خب به این صورت میگم که قراره این کار رو انجام بدم یا قراره که این اتفاق بیفته. I am going to travel next month. I am going to take English classes next year. I am going to paint my house. پس این برنامه منه. حالا فرض کنید کسی مثلا مامان میاد به بچهش میگه که کی میخوای اتاقتو تمیز بکنی؟ میگه اوکی I will clean my room. این یک حالته. یک حالت دیگه میگه I am going to clean my room. خب اگه حالت اول رو بگی I will clean my room داری میگه من این کارو باشه، من این کارو انجام میدم. خب باشه خیالت راحت، اوکی من اینو انجامش میدم. I will توی آینده این کارو انجام میدم. ولی تایم مشخصی نداریم، ولی قراره که انجامش بدم. وقتی که بگم I am going to clean my room یعنی این توی برنامه من هست، باشه توی برنامه‌مه، باشه انجامش میدم. ولی همونطوری که میبینید وقتی که با I am going to این رو میای استفاده میکنی به این مفهومه که توی آینده که ممکنه حتی آینده دور باشه این قرار اتفاق بیفته. بنابراین توی یک همچین مکالمه‌ای مامان وقتی که ترکیب I am going to clean my room رو میشنوه میگه خب کی؟ برنامه‌ت برای کی هست. ولی وقتی که حالت اول رو بشنوه بگه مثلا بچه بگه که I will clean my room یه انتظاری هست که شما به زودی این کار رو انجام میدی. خب قراره که این کار رو انجام بدی، به زودی این کار رو انجام بدی. دقت کردین؟ پس تفاوتش در اینه. مورد سوم رو من کی استفاده بکنم؟ I am painting my house tomorrow. پس قرار شد که ترکیب ما فرمول ما حال استمراری هست ولی قید آینده استفاده میشه و مفهومش میره به سمت آینده ساده. I am painting my house tomorrow یعنی قراره برنامه ریزی کردم، قراره که فردا خونم رو رنگ بزنم. پس اینجا بازم دوباره ما اون بحث برنامه ریزی رو داریم. برنامه ریزی. خب ولی تفاوتش با حالت 1 و 2 اینه که
این برنامه رو من نمیتونم توش دست ببرم، به احتمال خیلی زیاد اتفاق میفته، از دست من دیگه خارجه. توی حالت برنامه‌ریزی شماره دوم ممکنه مثلا جریانی پیش بیاد و من برنامه‌ام رو تغییر بدم، اشکال نداره چون برای چند وقت آینده است. خب پس شما به من میگی مثلا فرض کن 1 ماه دیگه چی کاره ای؟ من میگم اوکی I am going to travel next month. بعد شما میگی فرض کن بیا با هم بریم، یا مثلا به من میگی که نه بیا کلاس زبان برداریم. برنامه من ممکنه عوض بشه. توی حالت سوم I am painting my house tomorrow، این یعنی ببین دیگه 100% قرار انجام بشه، برنامه ریزی کردم و دیگه 100% انجام میشه و به زودی هم این اتفاق میفته. مثلا به من میگی عصری چی کاره ای؟ بهت میگم که I am having guests this afternoon. عصری یا بعد از ظهری this evening this afternoon I am having guests، مهمون دارم. دیگه این برنامه من بسته شده، دیگه امکان تغییرش نزدیک به 0. خب پس برای همین من میام شماره 3 رو استفاده میکنم. حالا چه زمان برای چه افعالی من میتونم مورد 4 رو استفاده بکنم، یعنی فعل رو با ترکیب حال ساده بیارم، با فرمول حال ساده بیارم ولی به معنی آینده باشه. I arrive at 9 a.m. یا مثلا بگیم The plane arrives at 9 a.m. من ساعت 9 میرسم، هواپیما ساعت 9 میرسه. خودمونم توی فارسی داریم، وقتی که بری فرودگاه بپرسی که هواپیما کی میرسه، اونا میگن که مثلا ساعت 9 میرسه. حال ساده داری استفاده میکنی، میرسد، ولی معنیش چیه؟ آینده، آینده ساده، در آینده قراره این اتفاق بیفته. و این رو ما توی فارسی براش گذاشتیم آینده نزدیک. پس شماره 4 شما برای ساختن آینده نزدیک هست که استفاده میشه و 4 معنی فعل داریم، یعنی هر فعلی داشتی که این معنی ها رو داد شما میتونی به صورت حال ساده ازش استفاده بکنی، اما معنی آینده رو میده، آینده نزدیک. کدوم افعال؟ هر فعلی که به معنی شروع شدن باشه یا تمام شدن، رفتن و رسیدن، همونطوری که میبینین نقطه مقابل همن. خب پس start، begin، commence این سیه commence، مثلا finish، مثلا end، go، arrive، reach، attain، achieve. همه اینها رو شما میتونید در واقع استفاده بکنید و همشون به معنی اگر این افعال، چون بعضی وقتا فعل‌هایی داریم که ممکن توی بافت‌های مختلف معنی مختلفی بده، بستگی داره اون فعلی که شما داری اگر به معنی رفتن و رسیدن، شروع شدن و تمام شدن باشه توی اون بافتت، اون وقت میتونیم فعل رو به صورت حال ساده استفاده بکنیم و معنیش آینده نزدیک میشه. درست شد؟ خب حالا بریم سراغ بحث منفی سازی این فعلمون. خب با رنگ قرمز من اینو مارک میکنم. I will not. قرار شد برای منفی کردن فقط به جمله مثبتمون المنت منفی not رو اضافه کنیم، هیچ چیز دیگه ای رو اونجا خلق نمی کنیم. خب شماره دوم I am not going to paint my house. شماره سوم I am not painting my house tomorrow. و شماره 4 چون حال ساده هست از قانون منفی سازی حال ساده پیروی میکنه. پس arrive میدونم do arrive بوده، پس میشه do not، I do not arrive at 9 a.m. خب من با همین یه دونه مثال زده بودم برای شماره 4 با the plane، درسته؟ پس اینجا arrive من فعل من سوم شخص مفرده، منفیش بخوام بکنم چی میشه؟ does not arrive. The plane
does not arrive at 9 a.m. خب اینم از منفی سازیش. حالا بریم سراغ سوالی سازی هر کدوم از اینها و ببینیم که اینا رو چجوری میتونیم اول yes or no question ازشون در بیاریم و بعدش WH questionشون بکنیم. من ازت خواهش میکنم الان ویدیو رو استاپش کن و شروع کن سوالی سازی، بعد با ادامه ویدیو جوابایی که دادی، سوالایی که ساختی رو مقایسه کن. خب بریم به سمت سوالی سازی. جمله اول من بود I will paint my house. خب با فاصله نوشتم چون میخوام اینا رو جدول بسازم براشون دیگه. خب I subject will paint فعلم، my house رو دارم که در واقع object من هست، مفعول منه و در نهایت یک نقطه دارم. خب برای اینکه این رو من yes or no question ازش بسازم will رو من باید ببرم اول جمله. بسیار خوب، با یک رنگ دیگه will I جای will خالی شد paint my house و به همین راحتی yes or no question ما ساخته شد. حالا میخوایم WH question بسازیم. برای WH question قرار شد که WH رو این قسمت قرار بدیم، درسته؟ یعنی yes or no question ما، سوال بله و خیر ما در دل WH question ما قرار میگیره. حالا فرض کنیم میخوام این رو my house رو خالی کنم. پس my house رو خالی کردم، اینجا باید بذارم what، درسته؟ چه چیزی را؟ What will I paint؟ اوکی، و علامت سوال. حالا میخوام فعل رو خالی کنم. وقتی که کار رو خالی میکنید، کار ما فقط پینت نیست، رنگ زدن خانه هست. برای همین paint my house کامل حذف میشه. پس دوباره اینجا من باید با what سوال رو بسازم. چه کاری رو انجام میدی؟ What will I؟ خب همونطوری که میبینید اینجا صورت سوال من فعل دیگه نداره. will ما که فعلمون نمیشه، will موداله. پس اینجا من به جای فعلی که حذف شده باید do بذارم، درسته؟ What will I do؟ چه کاری رو انجام میدهی یا چه کاری رو قراره انجام بدی، انجام خواهی داد. بریم سراغ رنگ مشکی. خب حالا میخوام I رو خالی کنم. فاعل میشه who will paint my house؟ چه کسی خانه من را رنگ خواهد زد؟ درست شد؟ و دیگه ما اینجا اون بحث اینکه مثلا سوالی داشتیم با هو وات و چه فعالی شروع بشه، آیا تغییری فعل پیدا میکنه یا نه، نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه ویل مودال اومده. پس فرقی نمیکنه چه شما اینجا جمله اصلیتون مثلا با هی باشه یا مثلا با زی باشه، جمله شما همینه. خب پس اینجا به جای آی شما میتونی هی بذاری، میتونی they بذاری، میتونی you بذاری. What will you do؟ What will they paint؟ Will he paint my house؟ Who will paint my house؟ سوالی هست که برای تمام اینها ساخته میشه. پس این یکیه. درست شد؟ بریم با be going to هم سوال بسازیم. خب جمله‌ای که من داشتم، جمله دومم این بود I am going to paint my house. یکم با فاصله هم نوشتم چون میخوام اینها رو جدا کنم از هم. پس میام I رو به عنوان فاعل جدا میکنم، I'm going to paint به عنوان فعل جدا میکنم، my house مفعول من میشه، اینم جداش میکنم. آخرشم که نقطه داریم. برای yes or no question، ساختن yes or no question کافیه که این فعل to be رو ببریم اول جمله.
پس میشه چی؟ am I. بقیهش رو با مشکی می نویسم. Am I going to paint my house؟ علامت سوال. خب حالا که این رو من نوشتم، مرحله بعدی من اینه که WH question بسازم. حالا میخوام my house رو خالی کنم. میشه چی؟ what. ویدیو رو لطفاً استاپ کن، سوال رو بنویس و بعد تطبیق بده. ببین چه کردی. خب بریم ادامه رو ببینیم. What am I going to paint؟ چه چیزی رو میخوام نقاشی کنم؟ چه چیزی رو میخوام رنگ کنم؟ خب حالا سوال بعدی دوباره میشه با what، اما این بار فعل من خالی میشه. خب paint my house خالی میشه. What am I؟ ببینید بقیهش باید باشه going to و فعل میخوایم چون paint حذف شده. این مودال ماست که نگهش میداریم. این مودال ماست که نگهش میداریم. What am I going to do؟ علامت سوال. خب حالا میخوایم با who سوالی بسازیم. who جوابش میشه I. فعل to be من میشه is. Who is going to paint my house؟ خب چی شد اینجا؟ فعل من شد is به خاطر اینکه من فعل to be دارم اینجا، به خاطر اینکه سوال من who، what یا which فاعلی شده. پس چون جواب سوال who من در جایگاه فاعلی جمله قرار گرفته، فعل to be که اینجا دارم باید به صورت سوم شخص مفرد بیاد، چون فرض رو برای این میذارم که نمیدونم نهاد کی هست. خب پس اینو من مثلا میکنم they. چه اتفاقی میفته؟ They are going to paint my house. my house خیلی اهمیتی نداره، برای همین ضمیر رو من تغییر نمیدم. ما میخوایم ببینیم روی فعل چه اتفاقی میفته. خب مثلا توی صورت سوالش میشه are they. درسته؟ are they. What are they going to paint؟ برای who میشه who is going to paint my house. درست شد؟ و حالا اون مورد وسط هم what are they going to do. همین رو اگر ما با he داشتیم یا با we داشتیم یا با you داشتیم بازم همینا هست. تغییرات رو اینجا داریم بر اساس نوع تغییر ضمیری که اتفاق افتاده فعل to be تون عوض میشه، اما سوالی که با who ساخته میشه همینه، تغییر پیدا نمیکنه. خب بریم سر جمله بعدی. خب مورد بعدی ما حال استمراری بود. I am painting my house tomorrow. فرمتش حال استمراری بود به معنی آینده، چون با قید tomorrow یا قید آینده در واقع اینجا استفاده شده بود. پس برای سوالی کردن این همون فرمتی که برای فرمت یا فرمول حال استمراری داشتیم همینجا هم استفاده میکنیم. بنابراین فقط کافیه که فعل to be رو ببریم اول جمله قبل از I. پس این میشه am I painting my house tomorrow. علامت سوال و صورت سوال ما yes or no question ما ساخته شد. برای WH question سوالی که میخوایم بسازیم فقط WH رو قبل از am قرار میدیم. مثلا tomorrow رو میخوام حذف بکنم، پس میشه when am I painting my house. خب میخوام my house رو خالی کنم، پس سوالم میشه what am I painting tomorrow. میخوام فعل رو خالی کنم،
کاری که دارم انجام میدم. پس میشه در واقع رنگ کردن خانه، چون این نکته داره با یه رنگ دیگه اینو می نویسم. پس اینجا میشه what am I و در آخر tomorrow رو میذاریم. خب مشکلی که الان این داره اینه که من الان am رو دارم ولی ing رو استفاده نکردم، همونطوری که توی بحث حال استمراری گفتیم، چون فعل جاش خالی شده و فعل احتیاج داره صورت سوال ما به جای کاری که حذف شده ما do میاریم. پس what am I doing tomorrow. خب و سوال آخر که با who هست، همونطوری که تا الان دیگه حتما براتون جا افتاده، این رو باید به صورت سوم شخص مفرد بیارین. پس میشه who is چون آی خالی میشه who is painting my house tomorrow، علامت سوال و سوال ما ساخته شد. بریم سراغ آخرین مورد آخر ما I arrive at 9 a.m. گفتیم که فرمولش به حال ساده میخوره، بنابراین متوجه هستم، حواسم هست که arrive بوده do arrive و برای اینکه yes or no question بسازم از این do رو فقط کافیه قبل از I بیارم. بنابراین میشه do I arrive at 9 a.m. و در آخر علامت سوال میذارم. برای WH question مثلا تایم رو خالی میکنم، میشه when، یا ممکنه کسی بپرسه یا what time، چه ساعتی، when or what time do I arrive و آخرش هم علامت سوال. what میخوایم فعل رو خالی کنیم، what do I، خب جای فعل که نمیتونه خالی باشه، پس اینجا باید حتما من do رو بذارم. alright so what do I do at 9 a.m. علامت سوال و در آخر who رو میخوایم سوالی بکنیم که جای فاعل ما خالی بشه. پس حواسم هست چون جواب سوال در جایگاه فاعلی جمله هست طبق قانونی که برای سوالهای حال ساده داشتیم، از do does در صورت سوال استفاده نمی کنیم، فعلمون به صورت سوم شخص مفرد میاد پایین، چون فرض رو بر این میذاریم که نمیدونیم فاعلمون کیه. پس who arrives at 9 a.m. درسته که صورت ما حال ساده است ولی به معنی آینده نزدیک بود، به زودی قراره که این اتفاق بیفته و احتمال اتفاق افتادن بسیار بسیار بالاست. خب اینم از درس آینده ساده و حواسمونم هست که با قیدهایی میاد که به معنی آینده باشن، مثل tomorrow، مثل next month، مثل next year و غیره. تمام این ادورب ها یا قیده هایی که به معنی آینده هستند.